شما صدای اختلاف رو بلند می‌بینید یا صدای اتحاد رو؟ شب شما و بینندگان عزیز بخیر باشه و سلام به خانم اسما بلوچ. من اختلافی نمیبینم. این خیلی زیباست که مردم بعد از 44 سال فرصت کردن که نظرات خودشون رو بیان بکنن. هیچ اشکال نداره. اینا یه چند نفر اگر در یه جمعیتی یه اظهاراتی میکنن نشان دهنده نظر جمع نیست، همونطور که گفته شده، و واقعا سرنوشت حکومت آینده رو صندوق رای تعیین میکنه. این چیزی هست که شاهزاده رضا پهلوی هم به صراحت گفتن و چیزی هست که برای طرفدارای ایشون هم مشخص و آشکاره. هرگز نمیتونیم بگیم که در یک گروه، در یک تعداد، حتی در یک حزب همه افراد هم عقیده و هم نظر هستن. برای چیزی که اتفاق میفته واقعا نباید به پای همه گذاشت. خانم بلوچ، شما به نظر می اومد که بسیار نگران هستید. مثلا یک بار گفتید که کلاهی گشادتر از سال 57 دارن سر ملت میگذارند. چی شما رو نگران میکنه؟ شما صدای اتحاد رو بلندتر میبینید یا صدای اختلاف رو؟ اتحاد در داخل بین ملیت‌های تحت صدام صداش خیلی قوی هست، ولی اختلافاتی که در حال حاضر در خارج از ایران ما شاهد هستیم، دلیل و باعث و این اختلافات شخصی به نام خود شخص رضا پهلوی رو مد نظرم نیست. افرادی که طرفداران این آقا هستند باعث شدن که اختلافات خیلی وحشتناکی بین تمام عزیزان از تمام اتنیک‌ها و ملیت‌ها به چشم دیده بشه. شما فکر میکنید که رهبران میتونن ائتلاف رو و اتحاد رو تامین بکنن؟ گفتید که خود شاهزاده رضا پهلوی اینطور نیست، ولی اطرافیانشون، حالا رهبران میتونن پل بزنند برای از بین بردن اختلافاتی که شما بهش اشاره کردید؟ توجه داشته باشید رهبران، چه کسانی این رهبران رو انتخاب میکنن؟ مردم یا نه تعدادی سلبریتی هستن که به خاطر محبوبیتی که در فوتبال یا در تلویزیون دارن اونا رو انتخاب میکنیم به عنوان رهبر، یا نه افرادی که نه واقعا در دل جامعه به عنوان رهبر انتخاب میشن، نه رهبر به عنوان کسی که میتونه این مسیر کمک کنه به مردم تا اون به خواسته ملی خودش، حق تعیین سرنوشتشون، خواسته حق آموزش به زبان مادری که در بلوچستان بارها به بارها فریاد زده شده و شعار داده شده، کارت‌ها هم به نمایش گذاشته شده، اون مسیر رو همسو با مردم قدم بردارن. خانم انتخابی فرد، شما از جمله کسانی هستید که فعالانه در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی کار کردید، فعالیت کردید. از نظر شما وزن یک رهبر سیاسی در خارج از ایران رو چی تعیین میکنه در حالی که مثلا سازوکاری مثل انتخابات در دسترس نیست؟ بله، خواهم یه تصحیح کوچیک بکنم آقای موسوی. من مشروطه خواه هستم و برای من در شرایط فعلی شاهزاده رضا پهلوی به دلیل اینکه به قانون اساسی مشروطیت، پرچم و تمامیت ارضی ملی ایران قسم خوردن، هنوز نماینده همون مشروطه پارلمانی هستن. استدعا میکنم و جواب خانم اسما و شما همه با هم در یک ظرف میشه که جمع کرد. باید یک جنبش، یک حرکت، یک اعتراض سازماندهی شده و دارای رهبر باشه. شما نمیتونید بگید که از دل آن در زمانهای آینده کسی بیرون میآید که صدای مردم باشه. در زمان آینده، زمانی که فرصت فراهم باشه، احزاب و تشکل‌های سیاسی قدرتمند شکل گرفته باشن و مجلس مؤسسان داشته باشیم، از دل اون احزاب شخصیت‌های مهم و تاثیرگذار بیرون میان. تا اون زمان ما لازم داریم که شخصیت تاثیرگذار، رهبری و یا گذر از این دوره مهم رو بر عهده بگیره. کسی دیگه رو در حال حاضر بنده سراغ ندارم. اگر شما یا دوستان دیگه هم کسانی رو میشناسن که در این میان دارای اون اعتبار و دارای اون پاکنامی و دارای اون شخصیتی هستن که میتونه از ملت ایران در خارج از کشور نمایندگی بکنه، خب حتما نام ببرن و فرصت در اختیار اونها هم گذاشته میشه. شخصیت‌های دیگه، دوستان دیگه هم که در این کارزار در کنار شاهزاده رضا پهلوی قرار دارن، قطعا دارن کمک شایسته و بزرگی رو میکنن برای جلو رفتن این جنبش. یک نفر تک صدا کافی نیست. به همین دلیل هست که از همبستگی صحبت میشه و از اینکه همه باید در کنار همدیگه کار بکنن. خانم بلوچ، خانم انتخابی فرد از مجلس مؤسسان صحبت کردن. میدونیم که بسیاری از چهره‌های شناخته شده مخالفان حرف از انتخابات آزاد میزنن، ایجاد یک نظام، اگر اختلافی هم هست باید پای صندوق‌ها مطرح بشه، ولی شما میگید که داره از دموکراسی سوء استفاده میشه. قبلا هم گفتید
نه سلطنت، نه رهبری، دموکراسی، برابری. و یه جایم گفتید که کسانی که به شاهزاده رضا پهلوی وکالت میدن با چشم بسته توی چاه میرن. چه دلیلی دارید؟ من در خصوص بلوچستان و ملت بلوچ این سخنانو گفتم، چون شعارهایی که در بلوچستان و در کف خیابون داده میشه، نه سلطنت، نه رهبری، دموکراسی، برابری، مرگ بر ستم، چه شاه باشه چه رهبر، و این نشون میده که ملت بلوچشون نمیخوان سلطنت روی کار بیاد. و سمت دیگه چطور میتونه یه بلوچ که میدونه تا که در بلوچستان اتفاق افتاده حداقل 9000 بلوچ قتل عام شده در سال 52 توسط محمد رضا پهلوی، چطور میتونه بیاد سلطنت طلب باشه؟ مگر اینکه منافعی در بین باشه که مردم از اون منافع مطلع نباشن. پس مسلما هیچ کدوم از بلوچ‌های ما سلطنت طلب نیستن و فقط دموکراسی رو میخوان. در صورتی که افرادی که شعار دموکراسی رو دارن میدن واقعا در واقعیت امر دارن از این شعار سوء استفاده میکنن برای اینکه مردم رو با استفاده از این شعار در دامی از قبل تعیین شده که پهن شده بیاندازن. برای مثال افرادی که دور و بر آقای رضا پهلوی هستن، یا افرادی از سمت نایاک هستن، یا افرادی از اطلاعات و سپاه هستن، وقتی مردم به چشم خودشون دارن میبینن که دشمنشون دور بره پهلوی حضور دارن، مسلما واکنش نشون میدن. و مسلما تنها ملت بلوچ نیست که این تفکر رو داره، بقیه ملیت‌های تحت ستم که هم از سپاه ضربه خوردن و هم از اطلاعات ایران ضربه خوردن نه خیلی محکمی به این. بله خانم بلوچ، البته اسنادی ارائه نشده که اطرافیان شاهزاده رضا پهلوی به حکومت نزدیک باشن یا مأموریتی داشته باشن. ضمن شما از کشته شدن 9000 بلوچ حرف زدید در زمان محمد رضا پهلوی که این خیلی از مورخین، کسانی که تحقیق کردن، این رقم رو قبول ندارن و میگن که درست نیست. تا خانم انتخابی فرد، نکته‌ای که خانم بلوچ میگن که اینها نگران هستن، خیلی از مردم در ایران هم هر از گاهی نگرانی‌های مشابهی رو در میان مثلا کردها هم اعلام میکنن. البته همه اینطوری نیستن، در اونجا هم کسانی هستن که نظر شما رو دارن و طرفدار پادشاهی مشروطه هستن. ولی آیا چرا طرفداران یا جریان‌های نزدیک به شاهزاده رضا پهلوی نمیتونن تضمینی بدن که این نگرانی‌ها رفع بشه؟ آقای موسوی خیلی زود هست. آخه چه تضمینی باید داد؟ هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. هنوز جمهوری اسلامی و اریکه قدرت نشسته، هیچ حکومتی دست به دست نشده. و مسئله بعدی هم این هست که الان در قرن 21 چه کسی میتونه سر کسی دیگه کلاه بذاره؟ ایران کشور متمدن، دارای تاریخ و دارای پیشینه‌ای هست که نمیتونیم با جاهای دیگه مقایسه بکنیم که بگیم هرج و مرج اتفاق میفته. یا وقتی که آقای اشرف غنی سوار هواپیما شد رفت چند تا جیپ وارد قصر ریاست جمهوری شدن و طالبان قدرت رو به دست گرفتن، خیلی اتفاقات نمیفته. هم از لحاظ ژئوپلیتیک، هم از لحاظ بزرگی ایران، از لحاظ مساحت عرض میکنم، قدرت و اون بدنه دولتی و اون سیستم حکومتی که وجود داره اجازه هیچ کدوم از این چیزها رو نمیده. حتی در اول انقلاب هم یه رفراندومی گذاشتن که آریانه به جمهوری اسلامی بود که بر اون اساس هم هنوز اعتبار میخوان کسب بکنن، هرچند که بماند. نگفتن که آیا سلطنت برود یا نرود، یعنی بین سلطنت و جمهوریت گزینه رو نذاشتن و اعتراض من مشروطه خواه برای همین دلیل هست که عرض میکنم هنوز مشروطه ساقط نشده و هنوز بر جای هست، چون در مورد اون از ملت ایران هیچ رفراندومی گرفته نشده یا همه پرسی نبوده. اما در مورد دوروبریا فکر می‌کنم شما پرسیدید، ایشون هم که نمیتونن که گلچین بکنن افراد دوروبرشون رو. ای بسا از خود منم خانم بلوچ آقای شاهزاده رضا پهلوی خوششون نیاد. دلیلی نداره که همه همدیگر رو باید دوست داشته باشن، یا اگر افراد همدیگر رو میپسندن یا نظرات یکدیگر رو قبول دارن کنار همدیگه بایستن. ایران هم کشوری هستش که قوم‌های مختلفی در اون سالیان سال، هزاران سال زندگی کردن. ما نمیتونیم فقط بیایم بگیم که مردم بلوچ معترضن یا کردها یا ترک‌ها یا لرها. اقوام مختلفی هست که همه در اون موقعیت مناسب همه یک رأی دارن. خانم بلوچ و من
همه یک رأی داریم که بتونیم در اون زمان رأی خودمون رو به صندوق بندازیم. و اگر بتونم یه عرض کوتاه دیگه هم بکنم، حکومت فعلی اینطور نیستش که مثلا به منی که فارسی زبان هستم در تهران زندگی میکنم فرصت بیشتری داده باشه و به هموطنای دیگه هم در جاهای دیگه فرصت نداده باشه. اما ستمی که انجام شده در مورد مناطق مرزی و شهروندان و هموطنان عزیز ما بوده که در پایتخت ساکن نبودن، چون معمولاً قدرت و ثروت در پایتخت متاسفانه در کشورهای خاورمیانه و جهان سوم متمرکز هست. البته میپذیریم که واقعاً ستم شده به قوم‌های مختلف در داخل ایران، ولی این تقصیر این قوم یا اون قوم نیست، این تقصیر حکومت فعلیه که باید ساقط بشه و به نظرم همه شهروندان مساوی باشن با هم. خانم بلوچ، کسانی که با خانم انتخابی فرد همراه هستن میگن که فعلا اختلاف‌ها به نفع حکومته. بله، به نفع حکومت. موضوع اینجاست چه کسی به این اختلافات دامن زده، گروهی به این اختلافات دامن زده. جریان وکالت رو من پیش میکشم. در زمانی که قرار بود که سپاه رو در گروه تروریستی بذارن، یکهو جریان وکالت اومد وسط و از مردم درخواست شد که وکالت بدن و تمام افکار به سمت وکالت کشیده شد و این به نفع حکومت فعلی ایران شد. و این از سمت چه گروهی یا از سمت طرفدارای چه اشخاصی این مطرح شد؟ و سمت دیگه در مورد تمامیت ارضی ایشون یه نکته اشاره کردن. آیا تمامیت ارضی به معنایی که در علوم سیاسی تعریف شده یا نه چیزی که ما تعریفی که ما به شخصه داریم؟ این یعنی چی؟ تمامیت ارضی به چه معناست؟ تمامیت ارضی بین ملت‌های داخل کشور یا بین دولت‌های بیرون از کشور؟ تمامیت ارضی رو به بازیچه و به سخره گرفتند این افراد و این گروه‌ها. تمامیت ارضی از نظر علوم سیاسی و حتی کلمه تجزیه از نظر علوم سیاسی به گروهی از کسانی میگن که یک دولت دارن و یک کشور مستقل دارن که بر کشوری دیگر حمله میکنه و تمامیت ارضی اون کشور رو خدشه‌دار میکنه، از اون کشور رو تجزیه میکنه. پس تجزیه طلبی به گروه‌هایی مثل ملیت‌هایی مثل بلوچ، کرد، عرب، لر، ترکمن و بقیه ملیت‌های تحت ستم در ایران الحاق نمیشه. و سمت دیگه در مورد کلمه رهبر که شما صحبتی شد، رهبر برای یک ملت بله یک رهبر نیاز هست، ولی ایرانی که کشوری چند ملیتی هست، از نظر زبان چندین ملیت داریم که زبان‌های مختلف دارن، از نظر فرهنگ چندین ملیت داریم که فرهنگ‌های مختلف دارن. حتی پوشش من گویای این هست که فرهنگ و پوشش من متفاوت هست با بقیه. زبان، تمدن بلوچستان بیش از 9000 سال هست، در صورتی که از سلطنت طلب به 2500 سال کار میکنن. از عرب‌های ما هم همین شکل، ترکمن‌ها، لرها، کردها. خانم بلوچ ببخشید یه مقداری داریم از بحث دور میشیم. من نکاتی که شما گفتید رو همه رو میفهمم. هر کدوم از خانم‌ها حدوداً 30 ثانیه فرصت دارن که نکته پایانیشون رو بیان بکنن. بفرمایید شما. فکر می‌کنم در مورد رهبر یه سوء تفاهم وجود داره. این هست که در سلطنت مشروطه و اون چیزی که قانون اساسی مشروطیت میگه، اون فردی که پادشاه میشه به عنوان نقطه اتصال همه اقوام و همه افراد در کشور هست و به همون دلیل امروز من شاهزاده رضا پهلوی رو قبول دارم و بهشون وکالت دادم، چون همه افرادی که حتی ممکنه من قبولشون نداشته باشم در زیر اون چتر اتحاد ایشون قرار گرفتن. وجود یک پادشاه مشروطه حافظ حقوق همه شهروندان و تمامیت ارضی کشور و حقوق ملت است. خانم بلوچ 30 ثانیه بفرمایید. دموکراسی رو اگر قبول داریم، دموکراسی به معنای واقعی رو قبول داشته باشیم، حق تعیین سرنوشت برای تمام اقلیت‌هایی که در منطقه خودشون اکثریت هستن، این مردم هستن که تصمیم میگیرن برای سرنوشت خودشون. هر تصمیمی که مردم بگیرن قابل احترام هست. در مورد رهبر باز هم اشاره میکنم که رهبر برای ایران یک رهبر نه، بلکه شورایی از افراد و ملیت‌های مختلف نیاز هست. متشکرم، خیلی ممنونم از شما خانم بلوچ. اسما بلوچ، فعال سیاسی بلوچ از سوئد، کاملیا انتخابی فرد، سردبیر نشریه ایندیپندنت فارسی اینجا در استودیو.